ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف، قسم 4، گفتاری 93. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. زندگی شخصی ملا امان و احوال او بعد از واقعه ارابکش. ما در بابهای بالا از صحرا به شهر به چی مقصد آمدن ملا امان را و در شهر به تحصیل علم چگونه و به چی واسطه مشغول شدنی او را هم در مدرسه ترسونجان زندگانی کردنش را قید کرده بودیم. او در مدرسه ترسونجان در حجره یکی از دوستانش که به طریقه عاریت داده بود استقامت می کرد. زندگانیش قشاقانه بود، چون که با وجودی کهنه ختم بودنش او در مدرسه مدرس نبود که از وی درآمدی داشته باشد و این چنین با وجودی نسبت به زمان و همسالان خود معلوماتی درست داشتنش و درس‌های رسمی را از خود کردنش، درسگویی را نیز پیشه نکرده بود که از شاگردان دانش طلب به خودش منفعتی مادی رسد. از راه ملایی پیش از ختم به او 10 داده بودند که در یک سال 120 تنگه 18 سوم می شد. غیر از این برادرانش به او یارمندی می کردند. اساسی روزگذرانی او را همین یارمندی تشکیل می کرد. برادرانش در دهه رازماز در زمینی که از پدرشان میراث مانده بود دهقانی می کردند و از گندم دهقانی در هر ماه 2 یا 3 بار نان پخته برای او می آوردند یا می فرستادند. در زمستان که برای روزگار خود گوسفند پروایی خود را می کشتند، از وی برای او هم حصه می دادند. پوشاکی او را هم آنها تامین می نمودند. بعد از واقعه ارابکش به او یک حالتی بدی روی داد که آن حالت او را مردم گریزی تعبیر کردن ممکن است. او رفت و آیش را با آدمان قریب تماما قطع کرد. به خانه دوستانش هیچ نمی رفت و کسی را در حجره اش هم راه نمی داد. به مدرسه‌چه لبی حوض ارباب هم نمی آمد. هر روز بعد از پیشین جامه چپنانه اش را پوشیده، سله کبودش را دومی موشی بسته، از حجرهش برآمده به چارسوی بخارا گذشته، لبی حوض دیوان بیگی را یک دور زده برآمده، راست با راه دروازه مزار رفته و بیرون شهر می برآمد. در بیرون شهر در یکی از گلزارهای گلفروشان نشسته چای می نوشید و فکر کرده به اندیشه فرو می رفت. البته کسی نمی دانست که او در چی خصوص فکر می کند و چی اندیشه دارد. او به کسی گپ نمی زد که از سخنان او به حالتی درونیش پی برده شود. چون گشت روز شده و گلزارها گلخران
یا سیاحت کنندگان آمدن گیرند، از آنجا خیسته به بالای پشته بهشتیان که قبرستانی بسیار وسیع شهر بخارا بود برآمده می رفت و بعد از تاریک شدن روز پیشتر از آن که دروازه شهر بسته شود به شهر برآمده راه پرسی و به امید فهمیدن حالت درونیش او را دنبالگیری کرده در گلزاری بیرون شهر دریافتم. او در جایی می نشست که اولین شناسایی شخصی من با او در همان جا روی داده بود. من به او سلام دادم. جواب سلام را داد و حال پرسی هم کرد. من بعد از جواب احوال پرسی او سلامتیش را پرسیدم. شکر از خواب بیرون گشتم گفت و در اندیشه فرو رفت. من یک قدم دورتر از او نشستم و گلزاربان را آواز داده برای خود چای پرسیدم. چای لازم نیست، چایی که من پر است، فقط یک پیاله نوشیدم، دیگر نمی خواهم. اول این را نوشیده تمام کن، اگر تشنگیت با این نشکند بعد از آن چای تازه می فرمایی گفت او و چاینیک را با پیاله به طرف من تیله داد. من چاینیک و پیاله را به نزدیکتری خود کشیده ماندم و به مقصدی پی بردن به احوالش به طرف او نگاه کردم. او به چشمانی من چشم دوخته ایستاد. من نگرانی سخن او شدم، چون که او هرگاه که به کسی چیزی مهمی گفتن خواهد اول قدری به آن کس با دقت چشم دوخته می ایستاد و بعد از آن گپ سر می کرد. او موافقی همان عادت مقرریش بعد از قدری چشم دوخته ایستادن گپ سر کرد. اکنون مرا به حال خودم مانیتان بهتر است. از گپ خشک هیچ مراد حاصل نمی شود گفت. یک دسته نازبوی ریحان که در بین آن یک دانه گلی صدبرگی گلابی خوشبوی هم بود در پیش او می ایستاد. او آن گلدسته را از زمین برداشته پیش بینیش برده دو سه بار سخت بویید و به طرف من دراز کرد. من آن دسته گل را گرفته بوییده پس از آن به طرف او برگرداندم. او نگرفت. در تو باشد گفت و بعد از آن خود به خود 4 مصرع زیرین سعدی را خواند. دریغا که بی ما بسی روزگار، بیروید گل و بشکفد لاله‌زار. بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خیشت. بعد از خواندن این بیت ها از جایش خیست. خوب، سلامت باشی، عمری دراز بینی. ما خود نرسیدیم، تو شاید برسی گویان. از میان گلزار به طرف کشتزار فیض‌آباد نگاه کرده رفت. پیشتر که او این گونه عادتی مردم گریزی نداشت، هرگاه که من به او در لاله‌زار واخورم مرا همراه خود گرفته می بود. این دفعه مرا به همراهی خود تکلیف نکرد. به همراهی خود تکلیف نکردنی بودنش از چای را به پیش من گذاشتنش و از اکنون مرا به حال خود مانیتان گفتنش معلوم بود. لیکن من از التفات‌های بعدینش امیدوار شده بودم که مرا همراه خود خواهد برد و در دل خود می گفتم در سیری دور و درازی کشتزارها حالتی درونیش را خواهم فهمید. اما این طور نکرد. لیکن من از همین صحبتی کوتاه پی بردم که او به مایوسی و ناامیدی سخت گرفتار گردیده، نه تنها از دشمنانش حتی از دوستانش هم دلگیر شده است.
موسمی 10-1 رسید. عادتاً 10-1 را در آخرهای سال تحصیلی مدرسه های بخارا در اولهای ماه مارت در یک روزی معین در ارک امیر می دادند. همه 10-1 را که 1000 عدد بود به 1000 پارچه لطه کرباس بسته در یخدانها در صندوقهای چرمینی سفری انداخته در پیش دروازه ارک می گذاشتند. قاضی کلان و خوشبیگی بروی صفچه دروازه ارک می نشستند. خزینچی خوشبیگی در پیش یخدانها راست می ایستاد. در پهلوی او یسبوری علما که عالمیان می گفتند به عصای جوبیدی خود تکیه کرده وی هم راست می ایستاد. در پهلوی او میرزای دفتردار خوشبیگی بروی یک شالچه می نشست. در سری زینه طرف جنوبی تخت پولی ارک پیش خدمتی عالمیان راست می ایستاد. در طرف جنوبی تخت پول 10-1 گیران که اساساً 1000 نفر بودند جمع شده در زمین سری دو پا می نشستند. به این طرز نشستن آنها لای بودن زمین و بارشناک بودن هوا هم مانع نمی شد. اینها 10-1 خورانی بودند که از درون شهر، از مضافات‌های بخارا و از ترکستان روسی در همان روزی معین کرده شده رسیده می آمدند. اما از 10-1 گیران آنهایی که درآمدی رسمی ملاییشان از 1000 تنگه گذشته باشد نمی آمدند، چون که آنها حق نداشتند که 10-1 گیرند. این چنین بعضی کسان از جهت بیماری آمده نمی توانستند و بعضی کسان از ولایت‌های دوردست آمده 120 تنگه گرفتن را بیفایده دانسته به اختیار خود نمی آمدند. اگر به بالای این حاضر نشدگان در مدت 1 سال وفات کردگان را هم جمع کنیم، از 100 تا 150 نفر نمی آمدند و باقی ماندگان که 850 تا 900 نفر بودند در روزی معین در ساعت 7 پگاهانی حاضر شده در آنجا می نشستند. در شرایط بخارای امیری که هیچ یک تماشاگاهی نداشت، مراسم 10-1 نسبت به مراسم آدم کشی تماشای مدنی به شمار رفته بیشترین اهالی بخارا تا وقتی کار و بارشان و طلبگان مدرسه تا آخری این مراسم در ریگستان غم شده 10-1 را تماشا می کردند. یک قسم این تماشابینان به اطراف ملایان 10-1 گیر در طرف جنوبی تخت پول که 10-1 گیرندگان در آنجا می نشستند، قسم دیگرشان در طرف شمالی تخت پول که 10-1 گرفتگان از زینه در آن طرف بوده تخت پول فرامده می رفتند می ایستادند و پس ماندگان در کجایی که جای یابند میدان ریگستان را پر کرده می نشستند. قسم اساسی تماشابینان که سحری بر وقت می آمدند بر بالای بامی مدرسه دارالشفا و بامی جامعی پاینده پس و پیش یکدیگر می نشستند. اینها خوشبختترین تماشابینان بودند که هم همه 10-1 گیرندگان را هم به تخت پول برآمده چگونه 10-1 گرفته به قاضی کلان و خوشبیگی چی نوع تعظیم کردن آنها را هم در وقت گرفتن 10-1 به هیجان آمده یا سراسیمه شده به کدام کس سلام داده تعظیم کردنشان را ندانسته به هر طرف خم شده همه را خنداندنی بعضی 10-1 گیران را هم از زینه طرف شمالی تخت پول چینه با شادمانی فرامده و از تماشابینان نگرانی سلام و تعظیم و تبریک شده از بین آدمان گذشته رفتنی 10-1 گرفتگان را به خوبی می دیدند. ساعتهای 8 با سرجنبانی قاضی کلان و خوشبیگی که این فرمانی اشارتی آنها بود مراسم 10-1 سر می شد. میرزای دفتردار دفتری را که عبارت از کاغذی دراز بوده بازوبندوار لوله پیچانده شده بود کشاده
نامگوی هایی در آن کاغذ نوشته شده را از یک سر به خواندن سر می کرد. میرزا هر نام را که از کاغذ با آوازی بلند می‌خواند پیش خدمت عالمیان به طرف پایین به جایی که 10 گیران در آن جای می نشستند نگاه کرده آن نام را با آواز بسیار بلند تکرار می کرد. اگر صاحب آن نام در آنجا حاضر نباشد و سبب حاضر نشدنش به حاضر شدگان معلوم باشد، آنها مثلا وفات نموده یا درآمدش کلان شده یا اینکه بیمار گفته جواب می دادند. اگر صاحب نام حاضر نباشد و سبب حاضر نشدنش معلوم هم نباشد، حاضر شدگان نظر گویان جواب می دادند که معنی این سخن نظر به اصطلاح مراسم 10 دهی حکومت بخارا غایب و سبب غایب بودنش نامعلوم گفتن بود. پیش خدمت عالمیان هر جوابی را که درباره صاحب آن نام از پایان شنود به میرزای دفتردار نگاه کرده با آوازی بلند تکرار می کرد و میرزا آن جواب را در پیش آن نام در آن کاغذ قید می نمود و دیگرش را می خواند. اگر صاحب نام حاضر باشد، حاضر گویان از جایش می خیست، جامه‌ای در سری 2 پا نشسته غیجم شده اش را هموار نموده، کمرچه اش را بسته، ریشش را با پنجه دست خود خلال کرده به ترتیب انداخته از زینه بروی تخت پول می برآمد. در آنجا به طرف قاضی کلان و خوشبیگی نگاه کرده سلام داده تعظیم می کرد. در این وقت خزینه‌چی یک لطه در وی 120 تنگه بسته شده را از یخدان صندوق چرمین گرفته به دست عالمیان می داد. عالمیان آن بسته را به دست پیش خدمت خود می داد و او به دست ملای 10 گیر سپرده با آواز بلند نام او را گرفتند می گفت. میرزای دفتردار در پیش نام آن ملا در آن کاغذ کلمه گرفتند را در شکلی گرفت قید می کرد. ملای 10 گیر بعد از گرفتن آن بسته 120 تنگگی به طرف خوشبیگی و قاضی کلان نگاه کرده باز تعظیم نموده از زینه روبرو به طرف شمال تخت پول فرامده می رفت. بعضی ملایانی که خوشامدگویی و نظرپستی را به درجه اعلا رسانده باشند از دست پیش خدمت عالمیان آن بسته 120 تنگگی را گرفته اول به لبان خود برده می بوسیدند، بعد از آن به چشمان خود برده می مالیدند، بعد از آن تکرار به لبان خود برده بوسیده در بغل خود می انداختند و بعد از آن به طرف خوشبیگی و قاضی کلان تعظیم کنان از زینه روبرو فرامده می رفتند. این مراسمی بوسیدن، به چشم مالیدن، تکرار بوسیدن و در بغل گذاشتن آن بسته 120 تنگگی هم با شکل ظاهریش هم با افاده صمیمیتش به نظر دقت کنندگان مانند مراسمی صلیب کشی دینداران نصارا جلوه می کرد. ملا امان از کهنه 10 خوران بوده 5 سال پیش از آن که درس‌های مدرسگی را ختم کند استادی فیلسوفش دام الله حامید عرب این مکافات علمی را به او داده بود. اگر در وقت شناسا شدن ما با او از ختم درسش 15 سال گذشته باشد، او 20 ساله 10 خور به شمار می رفت. بعد از واقعه عرابکش
که او به این مناسبت تغییری لباس کرده از زیر لباس ملایی برآمده بود، هیچ کس گمان نمی کرد که او باز به مراسم 10 حاضر می شود. اما برخلاف چشم داشتی همه کسانی که او را می شناختند باز به مراسم 10 حاضر شد. در مراسم 10 آن سال من مانند سالهای پیشتره برای تماشای این مراسم با 2 شریک درسانم به بالای بامی جامی پاینده برآمده از همه پیشتر بر لب بام جایگیر شده توانستم. مراسم 10 سر شده به طرزی که در بالا تصویر یافت، میرزای دفتردار نامهای 10 گیران را خواندن گرفت و هر کدام میرزا نام بردگان به تخت پل برآمده بسته 120 تنگگی را گرفتند. در این میان پیش خدمت عالمیان ملا امانی رازمازی گویان فریاد کرد. از پهلو نشینان ملا امان یک کس حاضر گفته جواب داد، اما خودی او چیزی نگفته از جایش خیسته به طرف زینه تخت پل روان شد. کسانی که او را می شناختند و تغییر لباس کردن او را می دانستند به قیافه او تعجب نکرده باشند هم با نمودی جامه چپنانه و سله کبود دومی موشی بسته اش در میانه عامه تماشابینان و طلبگانی که او را نمی شناختند چطور شده این چپنی عرابکش مانند 10 گرفته است گویان خدر کنان گفت و گذار سر شد. ملا امان به سر زینه برآمد، به طرف قاضی کلان و خوشبیگی نگاه کرده به طرز عادی سلام داد، اما تعظیمی نکرده بعد از گرفتن آن بسته به طرف زینه مقابل رفته از آنجا پایین فرآمد. بعد از به طرف زینه رفتن ملا امان، قاضی کلان با اشارتی دست آدم عالمیان را پیش خود جیغ زد. وقتی که او به پیشش رفت چه ها بود به او گفت. او با آوازی بلند خوش تقصیر گویان دوان از دنبال ملا امان از زینه فرآمده رفت و بعد از فرصتی ملا امان پیش و آدم عالمیان از پسی او از سر زینه نمایان شدند. آدم عالمیان به جای خودش و ملا امان به پیش خوشبیگی و قاضی کلان رفته و بسته 10 را در پیش قاضی کلان گذاشته یک چند کلمه سخن به او گفت. بعد از آن نه از آن زینه‌ای که 10 گیران می فرآمدند بلکه راست به طرف غرب نگاه کرده رفته از تخت پل به ریگستان فرآمده در بین گروهی آدمان گم شده از نظرها پنهان گردید. مراسم 10 که با رفتن پیش خدمت عالمیان به پیش قاضی کلان باز ایستاده بود با اشارت کلانان باز دوام کرد، اما میرزا پیش از آن که نامگوی دیگری را نام برد در کاغذ 10 گیران چیزی را قید کرد. ظاهراً او اول در پیش نام ملا امانی رازمازی کلمه گرفت را نوشته بود. بعد از آورده دادن ملا امان بسته 120 تنگگی را شاید کلمه گرفت را خط زده جمله‌ای از 10 محروم کرده شد را نوشته باشد. بعد از تمام شدن تماشای مراسم 10 ما پراکنده شده هر کداممان به منزل خود رفتیم و شبانه در مدرسه لب حوض ارباب در حجره قاری عثمان جمع شدیم. موضوع صحبت احوال ملا امان بود، زیرا ما از تغییر لباس کردن او، یعنی از برآمدن او از لباس ملایانه و از درآمدن او به لباس چپنانه چنان که در بالا قید کرده شد گمان داشتیم که او این نوبت در قطار ملایان برای 10 گیری نخواهد رفت و زندگانی مردم گریزانه او هم همین را نشان می‌داد که دیگر او با جمعیت ملایان در جای حاضر نخواهد شد.
چون برخلاف پنداشت و چشم داشت خودمان او را در میانه جماعه 10 گیران با لباسی چپنانه دیدیم، در حیرت افتادیم و در بین خود می گفتیم مادام که او با وجود مردم گریزیش در قطار ملایان 10 گرفتن را لازم دانسته است، باید لباسی ملایانه می پوشید، چون که در زیر لباسی چپنانه به او 10 نخواهند داد و او در میانه ملایان و عامه تماشابینان در احوال ناگواری خواهد افتاد. وقتی که به او بی هیچ نکته‌گری و عیبجویی 10 را دادند، تعجب و حیرتی ما باز افزود، چون که این کاری کارداران حکومتی بخارا برخلاف عادت آنها بود. چون بعد از دادن 10 او را از راه برگردانده آورده از دستش آن بسته 120 تنگگی را گرفتند، ما به احوال او تأسف می کردیم و به او حیفمان می آمد که برخلاف عقیده ما با یک کاری به شأن خودش نامناسب قدر و اعتبار خود را در پیش همه، حتی در نظر ما هم گم کرد. به او از حد زیاد تأثیر کردن حادثه امروزه را ملاحظه کرده به حال او رحممان می آمد که در این وضعیت دشوار چگونه طاقت کرده می توانسته باشد. ما در حجره قاری عثمان در وقتی که تأثیرات آن روزه خود را درباره ملا امان به همین طریقه با هم گفتگوزار کرده نشسته بودیم، او به آنجا در آمد. آمدن ناگهانی او که بعد از واقعه عرابکش 7-8 ماه باز ناآمده بود ما را چقدر در تعجب انداخته باشد، برخلاف پنداشت و تخمین ما خرسند و روح بلند بودن او ما را زیادتر در تعجب انداخت. او آمده نشستن همان گپ سر کرد. البته شما دوستان عزیز مرا در قطار ملایان با این لباسی چپنانه باز هم برای 10 گیری نشستنم را دیده باید تعجب کرده باشید. من برای از تعجب برآوردن شمایان میخواهم 2-3 کلمه گپ زنم، گفت او و بعد از این مقدمه چه سخن خود را دوام داد. شما گفتاری 93 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.